ساکنان ناحیه اشت جمهوری تاجیکستان سالهای زیاد از مسئولان محلی می‌پرسند که راه خوجند و اشت کی پرراه ساخته و بهتر کرده می شود. هر سال تنها یک قسم راه با کمک خود مردم کمی تعمیر می شود. رانندگان میگویند که تعمیر جزئی دیگر فایده ندارد و راه باید پرراه از نو ساخته شود، زیرا حرکت در آن دشوار و خطرناک است. حاضر بکن یک بار رفته بیام میگه که وقتی کنه بای میشیده مونده میشید خوروید اعضای بدن من 70 روم دیگه اعضای بدنم در میکنه یک بار رفته بیام میگه. لیکن من دستاف چک هر خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت‌ها تلفن میکنن کام ریمونت میکنید وای میکنید و راه نقص شد شافر به نقصه yarım saatinde نمیرید خوجند به یک ساعتinde verید وای خداوی نمیکنید 3 سال 4 سال. این راه تقریبا 100 کیلومتر درازی دارد و یکی از شاخه‌های راه بین المللی به طرف ازبکستان است. از وقتی که آن در دوره شوروی ساخته شد تا امروز تعمیر بزرگ نگذرانیده است. ساکنان، مهمانان و رانندگان میگویند که بیش از 35 سال باز انتظار آباد شدن این راه هستند. امسال هم مثل سالهای گذشته صاحبکاران و آدمان سخاوتمند به قدر امکان قسمهای خطرناک راه را هموار کردند تا خطر صدمه کمتر شود. به گفته رانندگان راه چنان ویران است که نه همه جرأت میکنند از آن گذرند یا بار کشند. من پیش کار میکردم، من در وقتهای تخصمات میآمدم یا با ماشین پیرگامبه اون درآمدی سامغر با آمدگیننده یه همه چا بوده. من شوفر گفتم که سوس کن، گفتم سوس کن نشد این راه بعد گفتم یا وای نشد گفتم دیتویتن امون وای به آمدگیننده کانال پیشش به بوله امون ترتوار با برآمدی وای شکست دنی یونوکی دنی وای به درآمد برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته سطرسینی بال نیسو خورا من اینجام کفید اینجام چونی پاچکم زده گفتم اگر راه نقض باشد یک ساعتی راه اینا 2 ساعت 2.5 ساعت بازار میاد. همون بیام شکر میکنیم، همون راه بودگیش بیام شکر میکنیم. خدا خاطر ان شاء الله آینده و نقض میشه. خدا حاضرانه با خلق مبلغ جمع کرد کنه حاضر ریمون کرد کنه خدا خواه نقض میشه. راه خوجند و اشت برای دو کشور همسایه اهمیت کلان دارد. اگر آن پورا تعمیر شود، روابط ساکنان بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر می‌گردد و تجارت مال و کالا بین این دو منطقه رشد می‌کند. اما از سبب بی اهمیتی حکومت محلی این راه تا حال تعمیر اساسی ندیده است. بسیاری از راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که آنها را هنوز در زمان شوروی ساخته بودند، امروز کهنه و ویران شدند و به تعمیر پرراه نیاز دارند.